سلام بچه ها، خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. امروز اومدم با آموزش یه شیرینی خوشمزه گیلانی بادام سوخته. برای درست کردنش نیاز داریم به بادام زمینی، کنجد، شکر، کره، هل، وانیل و روغن و نیاز داریم به گوشتکوب، پلاستیک فریزر، مایتابه و سینی. قبل اینکه مواد رو درست کنیم ظرفمون رو آماده میکنیم. کف سینی یک مقدار روغن میریزیم در حدی که فقط پلاستیک فریزر بهش بچسبه. پلاستیک فریزر یه دونه کافیه. از وسط بازش میکنیم و قشنگ کف سینی میچسبونیم. مقدار خیلی کمم روی پلاستیک روغن میریزیم. و حالا خوب پخش میکنیم و حالا سینی رو میذاریم کنار و شیرینیمون رو آماده میکنیم. خب یک لیوان فرانسوی بادام زمینی خورد شده داخل مایتابه میریزیم و زیرش رو روشن میکنیم. یک مقدار تفت میدیم که از حالت خامی بیرون بیاد. از حالت خامی که یک مقدار بیرون اومد، 1/3 پیمانه یا همون لیوان فرانسوی بهش کنجد اضافه میکنیم. و بعد به اندازه 1/3 قاشق غذاخوری هل و وانیل اضافه میکنیم. و حالا خوب همش میزنیم. خب خوب که همش زدیم توی ظرف میریزیم و شیرش رو آماده میکنیم. خب بعد اینکه مواد رو خالی کردیم داخل مایتابه به اندازه 1 پیمانه یا همون لیوان فرانسوی شکر اضافه میکنیم. میبینید شکر در حال آب شدنه. همینجوری میذاریم که قشنگ آب بشه و بعد بهش کره اضافه میکنیم. خب شکر که قشنگ آب شد بهش به اندازه 1 قاشق غذاخوری کره اضافه میکنیم. خوب که شکر و کره رو مخلوط کردیم، موادی که از قبل تفت داده بودیم و بهش اضافه میکنیم. و حالا خیلی تند همش میزنیم. مواد رو توی قالب میریزیم. با گوشتکوب خوب میکوبیم. مواد رو یکم بیشتر پخشش میکنیم. خب حالا با چاقویی که یکم چربش کردیم یه برشای خیلی کوچیک روش ایجاد میکنیم.
میذاریم که یکم خنک بشه. بعد اینکه خنک شد این تیکه‌هایی که با چاقو برش زدیم از هم جدا میکنیم و بعد آماده سرو هستش. خب اینا هم آماده است، از هم جداش میکنیم و داخل یه ظرف میچینیم. این هم از آموزش شیرینی بادام سوخته گیلانی خوشمزه. امیدوارم که از این آموزش لذتشو برده باشید. اگه دوست داشتید ما رو به دوستاتون معرفی کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا آموزش‌های بعد، خدا نگهدار.